فرهاد و شیرین قهرمانان یکی از بهترین داستان‌های عشقی. آرزوی درینه یک پیکرساز تاجیک این است که مجسمه هر دو را چون رمز عشق پاک در تاجیکستان ببیند. همینو سبب شدن که آب رو با شهر کشیده آوردن و در رمز فرهاد و شیرین آبادکاری ها رو میبینم که همین چیز رو من ساختم و میخونم که در یکم کانال شهر از همین چیز رو ساخته بعد عملی کنیم در شکل کلان این همچون فواره میشود. در داستان فرهاد به وصال شیرین نمی رسد اما پیکرساز تاجیک می خواهد آنها را به هم برساند. در گیرد و بگیردی همین فواره می شود، یعنی که از همین فواره فرهاد آب پریده می رود و آب با جویبار اومده به فواره شیرین می رسد و در اینجا البته پیوستگی با آب می شود. در داستان‌های کلاسیکی سیمای فرهاد برجسته و رمز عشق عاطفی و عشق بی‌جواب است. پیکرساز می‌گوید سیمای فرهاد و شیرین را از تصویرهای مؤلفان داستان‌های قدیمه گرفته است. طرز لباسپوشی اون رو مثلا چه طرز نقش میگوری که در لباس طرز چیزهای زرگری که در اون استفاده میبرن همین چیزها رو ما از بازیاف‌های تاریخی استفاده میبریم. طالب جان باقیف 2 سال پیش فرهاد و شیرین را به قول زنده کرده اما پیشنهادش هنوز قبول نشده است. میگوید میتواند برای جذب سیاحان و هم تربیت فرهنگی جوانان کمک کند. از تاریخ، از ادبیات کلاسیکی بوی خلق تاجیک، از تاریخ خودمون، از روایت های خودمون، گذشته خودمون رو باید حتما خوب نقض باید بدونیم. طالب جان باقیف حالا نمیداند که روزه پیکره فرهاد و شیرین را در یگان گوشه تاجیکستان خواهد دید یا نه. اگرچه فرهاد به مرادش نرسیده است ولی طالب جان باور دارد که روزه به مقصدش خواهد رسید.